بابی پنجم درباره زکات فیتر یا صدقه فیتر، بیان آموزش زکات فیتر و یقال لها صدقه الفیتر یا که صدقه فیتر میگویند که در این مسئله هست. سمیت بذلك صدقه فیتر با آن سبب چنین نامگذاری شده است که لانها تجب الفیتر فی رمضان، به خاطر آنه که در رمضان، در آخر رمضان این واجب میگردد. صدقه فیتر با آن سبب چنین نامیده شده است که با انجام روزه ماه رمضان که واجب است به اتمام میرسد. این زکات به مال وابستگی نیست بلکه به شخص و بدن آن وابسته است، یعنی زکات جان و بدن است. المسألة الاولى، مسئله اول، فی حکمها، بیان حکم زکات فیتر و دلیل آن. زکات فیتر بر هر یک مسلمان واجب است و دلیل آن حدیث ابن عمر است رضی الله عنه. حدیث ابن عمر که فرمودند فرض رسول صلی الله علیه و سلم صدقه الفطر من رمضان صاعا من التمر او صاعا من الشعير على العبد والحر. رسول صلی الله علیه و سلم زکات فیتر را از رمضان یک صاع چینکی معین است از خرما، یا که یک صاع از جو، یا که یک صاع از گندم بر هر غلام و آزاد، مرد و زن، ذکر و انثى، مرد و زن، صغیر و کبیر، خرد و کلان از مسلمانان فرض گردانید. حدیث متفق علیه، بخاری تحت رقم 1507 و مسلم تحت رقم 984 ذکر کردند. المسألة الثانیه، شرط های آن بر کی واجب است. بدون برادر و خواهران گرامی که زکات فیتر بر هر مسلمان، خرد و کلان، مرد و زن، آزاد و غلام واجب است با دلیل حدیث ابن عمر که در بالا ذکر کردیم. مستحب است که برای طفلی که روح بر او دمیده شده است، یعنی که در شکم مادر 4 ماهگی را پورا کرده است، نیز داده شود، چنانکه از عثمان و دیگر صحابگان ثابت است. و شخص باید زکات فیتر را برای خود و برای کسانی که نفقه آنها بر او واجب است، همسر، فرزندان یا که یگام خویشاوندان و غلامان بدهد و برای غلام زکات فیتر برگردان صاحبش واجب است با دلیل حدیثی که لیس فی العبد صدقه، گفتن در برده صدقه نیست الا صدقه الفطر، مگر صدقه فیتر. روایت مسلم تحت رقم 982. زکات فیتر تنها بر کسی واجب است که در روز عید و شب آن از خوراک خود، از خوراک اهل خانواده‌ای که میخورند، از احتیاجات اصلی که بر آن نیازمند نیستند داده می شود. پس زکات فیتر 2 شرط دارد. اول مسلمان باشد، از کافر که پذیرفته نمی شود. دوم داشتن زیادتی از خوراکی همان روزه‌ای که دارد. خوراک یک شبانه روزه‌ای که میخورد از آن بر زیاد اگر داشته باشد زکات فیتر برایش واجب است. مسئله سوم، فی حکمت وجوبها، حکمت واجب شدن زکات فیتر. از حکمت‌های واجب گردن زکات فیتر پاک کردن روزه شخص از گناه‌ها، پاک کردن روزه شخص از گناه‌ها و سخنان بیهوده و کارهای ناشایسته. دوم، به نیاز کردن فقیران و مسکینان در روز عید تا دیگر نپرسند و شادی در قلب بیچارگان و کمبغل‌ها نیست که این خرسندی به تمام طبقه‌های جامعه برسد. و دلیل آن حدیث ابن عباس است. گفتن فرض رسول صلی الله علیه و سلم، فرض گردان رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر، زکات فیتر را مطهره للصائم، تا روزدار را من اللغو و الروث، تا روزدار را از سخنان بیهوده و کارهای ناشایسته پاک کند و برای مسکینان غذا بگردد. پس سبب فرض گردیدن این زکات فیتر تا روزدار را از سخنان بیهوده و کارهای ناشایسته پاک بسازد است و همچنین برای مسکینان غذا است. روایت ابی داود تحت رقم 1609 و ابن ماجه 1827 و حکیم همچنین این را صحیح گفتند. سوم، شکر نعمت الله برای انجام رمضان، برای به اتمام یافتن روزه ماه شریف رمضان و عبادت‌های رمضانی. به این سبب‌ها این زکات فیتر فرض گردید. المسألة الرابعه، مسئله چهارم، مقدار الواجب و مما یخرج. پس مقدار واجب بودن زکات فیتر و از چه چیز برآورده می شود. و مقدار زکات فیتر 1 صاع، تقریباً 2.5 یا 3 کیلوگرم از غذای معمولی و اساسی که مردم دارن، مثل گندم، جو، خرما، مویز، پنیر خشک، برنج، جواری مکه و غیره داده می شود. و این با دلیل حدیث هایی که در بالا ذکر کردیم و عملکرد صحابگان کرام نیز. پس جامعه می تواند زکات فیترش را با یک شخص بدهد. یک جمعیت از مردم می توانند زکات فیترشون را به یک شخص بدهند.
یا یک شخص میتواند زکات فیترش رو به یک چند مردم بدهد و برآوردن قیمت پولی به جای غذا درست نیست. به خاطر چیز؟ زیرا این مخالف فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلام و مخالف عمل کرده او و صحابگان کرام است. زکات فیتر عبادت است که باید از غذا داده شود، نه از چیزهای دیگر. این را خوب به گوش بگیرید. المساله الخامسه فی وقت وجوبها و اخراجها. مسئله پنجم در بیان وقت واجب گردیدن زکات فیتر، وقتی واجب بودن برآوردن زکات فیتر. زکات فیتر با غروب آفتاب در شب عید واجب میگردد تا وقتی انجام روزه رمضان. از وقتی انجام روزه رمضان و برآوردن این زکات فیتر دو وقت دارد. اولا وقت فضیلت و اصلی که این وقت فضیلت و اصلی آن از صبح روز عید تا پیش از نماز عید برآورده می شود. با دلیل فرموده حدیث ابن عمر میگه ان نبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر بزکات الفطر، امر فرمود برآوردن زکات فیتر قبل خروج الناس الى الصلاه، پیش از برآمدن مردم با سوی نماز. روایت بخاری تحت رقم 1503 و مسلم تحت رقم 984. دوم وقت اجازت، یعنی جایز است که انسان در این وقت میبراید، یک روز یا که دو روز پیش از عید، چون که ابن عمر و دیگر صحابگان این عمل را انجام دادن و دیر کردن آن بعد از نماز عید جایز نیست. اگر بعد از نماز بدهد آن تنها یک صدقه عادی میباشد و شخص برای تأخیر کردن پرداخت زکات گناهکار می شود، چون رسول الله فرمودند که این اداه قبل صلات، اگر پیش از نماز آن را ادا نماید فهی زکات مقبوله، پیش از نماز تو پرداخت این زکات مقبول، زکات قبول شده است. اگر هر کسی که پس از ادای نماز آن را ادا کرد فهی صدقات من صدقات، پس یکی از صدقه های هست که وای صدقه کردگی است. روایت ابی داود و ابن ماجه. بارک الله فیکم. این از مسئله زکات فیتر.